دوستان مهربان خوب هستید؟ اینجا کارکاتون خوبه؟ خداوند خیرتون که شب از ساعت به وقت مسکو 3:52 نوای کار برمدیم. الحمدلله کلینتور هم جواب دادیم. مایده طرفی خونه نفستیم. مسئله همین موی سر چخ کردنی بودیم. بسیار سوال میتن اکا موی سر چی شید، چی به نبر آمد، کجا شید، فند کردن این ریخت. ببینید دوستان عزیز که یگان چی فند فریب نیست. این موی سر وقتی که میشوننش، یعنی که بگیم هم یک ساتیقه یا یک هکتار هم بالای سر وقتی که میشونن از طرف پس میگیرن در پیش میمونن. برادر جان خان همینه مدتی 10 روز فقط هم درختای شنودگی میدوان. بعد 10 روز درو همش میشکنن چپا میشه. بعدا ریشه هاش میمونه. ریشه هاشو که موند 4 ماه میستن. تو در مدت 4 ماه باید چیکار کنی؟ در مدت 4 ماه یک داروان میخری، صبر میکنی. بعد 4 ماه پالی همو مثال گپ که 3800 دونه من شناندن از طرف پسی سرم چینه در پیش سر ماندن. همه باید میسبزن انشاءالله. فقط صبر باید یاد بگیریم. ما الحمدلله ملتی با فرهنگ، یعنی که تاریخ داری بزرگ مسلمان هستیم، اما یک چیز فراموش میکنیم، همین مسئله صبر کردن. باید ما همه وقت حرکت کنیم، صبر کنیم. از صبر و سیرون از صبر و مفتاح الجنه. اما خاطر حرکت کنیم که صبر یاد بگیریم. انا دوستان مسئله موی سر فهمیده که میبرویا. مدت من توقی و کپکه نداختم به خاطر آن به دوستان عزیز که ممکن نبوده. یعنی که باید آزاد باشه، همون دیشت کنه و وازدو خوب کشه موی سر. تک نوارای پیشوی من ببینیم. اما وقت من کپکه و یک شبکه یا توقی و ریشه من دوست میدم. پروسته همچه یک مسلمان همچه توجیک مهم نیست خیلی توقی هست. من همین همون توقی میدوزم. من همین خیلی دوستم داشتم که زیلی مدت من انشالله بیایید در خدمت شما. مترو لوبلینا کراسنودرسک 66 کار 12 حجامه بواجان 88. یک حجامه دارم برادرو. من در یگان جو فرانشیزه ندارم. همین یک چیز فراموش نکنید که من همین یک تلفن دارم الحمدلله. همین اولترا 22 ام تریه طول 2 سال شده در دستم. من مونتاژیور ندارم. یگان کس من ویدیوام مونتاژ نمیکنه. یگان شاگرد ندارم که من وای داگور کنه خاطر بیمارو یا که یگان کلینیکوی رکلامش میکنه بعد با من مونتاژ کنه شانتاژ کنه. من خودم نوار میکنم، خودم مونتاژ میکنم، خودم همش دریژور، رژیسور، زوکا و همش خودم دوستان. یگان محل اگر شخصایی که پیدا شوند که بگن که من آدمای بابا جانیم، شاگرداشیم، دادراشیم، انا قدر سوم خیلی یگان ذات باور نکنید. من حتی در همو چی کاور میسازم، چی همو مونتاژ میکنم، نامر میمونم برای رکلامه های ماشین باشه یا که خانه و در چیزی که نباشه دا بالسته همش خودم میکنم. حتی من کامera چی ندارم که کس کامera کنه. لوبای کارخونه برام اگر خودم یگان دوست خودم نباشه، یگان برادر خودم نبرم، همو چی میتیمش بالسته باشه یگان دختر میدرت میسسرا میتیمش یا لوبای کس گیجش که باشم یگان بیماری باشه شریکش پدرش مادرش اکا و دادرش میتیم سیونکا میکنه. من یک تلفن دارم. یگان نفر من یاردم نمیکنه در همین نوارم. از دوره پیش تو حاضر الحمدلله یگان کس من مونتاژیور نیست. من برای مونتاژم سوم نمیتیم هیچ کس. همش خودمم. این نمیاد دانسته بدونید. اگر یک زنگ نزنه که من آدمی بابا جانم انا قسمتی یا بعضی نیازمندایی هستن که مثل لنگری مکدر مثل گفت از من یک زنگ بزنه بگم من فلانیم چیکار کنی؟ آدمی فلانیم، بابا جان شاگردشم، اکاشم، دادرشم، زوجشم، بنیوشم. با من ام قدر سومتی. من از یگان کس الحمدلله یگان نوار ده از معیوبا و کسلیو نگرفتم. من یگان سوم میگیرم. سوم میگیم بالنیسا یگان
کارخانه یگان ماشین باشه بعد چی هست یگان زوادای کارخانه‌ای باشن از اون ول بیس مثل جای صبور واشنو همه من پول میگیرم برای رکلامم ای جای صبور خصوصا پول نمیگیرم فقط هر ماه من یک میوگی میتیه یا که پارچکا پروداکت برای خونم تمام دوستان با چی بگم دوستان خیلی همین خیلی صحبت کردیم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوب هستید اینجا مثلا موی سر چخچخ کردیم مثلا منتاژ ما چخچخ کردیم چی تو بگم دیگه علیکم السلام هم معرف چخچخ کردم منتاژش خودم اینم سیانکش خودم اینم یگون شوگیر ندارم یگون کس منتاژ نمیکنه کویرم نمیسوزه همش خودم دوستان یگون زوتا باور نکن لای نیستی کو لایک شد چی بفهمم مثلا لایک بگو لایک نمونن ای بی من با طالبیم شو با بگن که مردی این طالبیدنه کسش میمونه الحمدلله نمیمونه پناهش بخدا لایک موندن در حالت افیر در روی اکران دو بارم میزنی لایک میشه از تاجیکستان الله شفا سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته موی سر پریسات که کدای چی سوید برادر عزیز من دیگه کلینیکورم موی سر پریسات که نببینی این سیاهی میبینی موی سر خدمت من پریسات که کردم یعنی که موی ها را 3800 دونه از پس سرم چیندن در این پیش چسب موندن من دیگه کلینیکا رو سوید دادن نمیتونم برای که من نمیدونم کلینیکی که من سوید میتیم کار کرده استم یعنی که بگیم رکلامش دارم موی سری من به پول چسبون این کلینیک همین آغوز میده است که در متروی نکراسوفکا در پیترم کشودگیان در کازانم و در ازبکستانم باید من برن همونجا ما رکلام میکنم به هم خاطر دوستان عزیز همین کلینیک را من اول پروردگار گارانتی میتیم فقط همین کلینیک را اصلاًش کار ندارم یعنی که شما را نمیدونم وابسته به هم ساتق کل بدن همون جای کل بدن یا پیش و عقب نمیدونم کل بدن سو میگیرن ای قیمت تو 140,000 میگیرن 140,000 بالا نمیگیرن گارانتی داره یعنی که موی سر شما را میگیرن میشنونن 10 روز میسته موی سر میده و بعد همه هم موی سر میشکنه میریزه ریشوهاش میمونن ان همون ریشو یک دو دورود میتین هم دورو خوردن میگیری 4 ماه بعد موی سرتون میبروه ای همون ریشو مو سر میزنه خوب برادرو هم خودت صبور باشه ای موی سرت کو گجوشید فاندت کرده نه ببینی همه سیاه همینجوری من احمد داده بده نبوده بده همه لیسی بود واسه همه سیاه 4 ماه بعد انتظاریم که انشالله بروه تمام واجی مصطفی ساز الحمدلله بله پدر روان کردیم همین گپ راسته تو 30 سالگی تا لیبا کال میشه لیبا کمتی اکمو کال شدیم کمتی نشدیم خدا هدایتت کنه محمد احمد خدا هدایت کنه با چونین نام ها داره سلام دادر جان از تاجیکستان در همین نمازی با امداد دعا میکنم که در کجایی باشی نباشی الله نگهبان باشه ما از دستی کمو همه نبینی رحمت خدا سلامت باشه پروردگار همه ما رو به راست هدایت کنه باران وارد است دوستان عزیز باران بارید از آسمان بر مایان در سال نو این باران ریخته است دوستان عزیز خان ما رو میریم بامداد میخونی خواه میکنیم الحمدلله همه خوب دوستان عزیز بیایید در حجامه این مسکوه ایم انشاءالله با روزی 29 سفر داریم به خانه خدا انشاءالله به حج عمره میتونی بیایی های شرکت زمزم بریم تو با چی بگم راستیش که ما آموخته شدیم قد شما با ما چی گویم که نگفتنم بهتره باید خدمت کنیم من دست شکسته کار کردم نمیتونم چی خدمت کردن در کار ما هی دوستان عزیزی باشه جان شیرین پول مسجد که جوشید پول مسجد موی سر چسبوندیم خدا هدایت کنه نهوشه در سر زد همین مردم میمونه تماشا داره پول مسجد نپرسید همه تو اگر خدمت بتونی یه بار هم مسجد بری در که نماز بخونی بعد بیای همین سوالا بتیم خواهش میکنم ای بای بخدا ای بای همین شما یه فراموش نکنید دز غره میمونن حوز بگردی در همینجا یا ماشینی که قورت میکنن التماس در حق نه منم دعا کنی الله
من فرزند التماس انشالله اگه نام نویسگی حرف سه نویسگی انشالله در حق همه دعاگو هستیم انشالله در حق تمام مسلمان خصوصا مردمی چی میگن مردمی مسلمانی تاجیکستان انشالله دعاگو هستیم. دوستان عزیز باشید برادر، البته در حق همه در خانه خدا دعا میکنیم. کدمت شرایط داری البته بری حج کنی بیایی، کدمت نداری قرضاتون بتی، هممون قرض داریم. من بسیار میرم یا مردم میگن که ایس بسیار رفتن دا یک همقه رو که من از حسابی خودم این همیشه قریب 20 بار 30 بار حج رفتگیم، الله شاهد یگان بار ای جای به خودم نرفتم برادر. من درست فهمی من سومداری نیستم هر روز برم بیام. از حساب شرکت زمزم همچون یک بلاگر همچون یک رکلامچی میبرم، من رکلام میکنم. بعد میگن خونه خدا رکلام میکنی، نه خونه خدا چخیل یعنی ها زمانه رکلامش ده. هر شرکت برای خودش یک بلاگر داره، یک آدمی که توصیه میتیم. ما توصیه میتیم که این شرکت خوب است یا بد، میبریم این جای خوش و خیلی خورد و خوراکش و خدمت رسونیشون راه بلدشون خیلی خوب. این همین قدر کار ای دست من میاد موی سر میبره انشالله. با هم خودی دعاگو باشه، پروردگار همیشه سربلند باشه. ما را که بدوریم مایده مایده در کات خوب کنیم، بامدو دا کنیم، در خوب کنیم که با پگه سهر کار خدا خیرتون کنه. خیزی نمازو تا کنیم در حق مردم مسلمان، مردم تاجیکستان، در حق وطن عزیز که آباد است الحمدلله، در حق مردم مظلوم فلسطین دعا کنیم پروردگار از ظلم ظالمین آزادش کنه. اللهم مسلمین فی فلسطین. سربلند باشید مردم، سلامت باشید. ما رقم حجامه در گلاونیش و در چی نویسم در اپیسن ویدیو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا باشید. این تولیف تقت تو چرخ کنم شیر فرام. موی سر میبره، موی سر، این موی سر میبره انشاءالله. دعا باشید. السلام علیکم و رحمت الله. اکما ویدیومو ایپیرام تا سلاخیان سویان دلخانی خدا خیرتون کنه. خدا نگهدار. بیلت یعنی یوتیوب روی زمزم را می‌نویسید. در می یوتیوب روی زمزم را می‌نویسید. آخرین نمبر 16 زنگ بزنید بیلت خرید. خدا نگهدار.